لحظه موعود فرا رسید. به عشق علی بتاز بزن. خانه ها را آتش زدن؟ خیر امیر، بر پشت بام ها آتش علو کردند. برای چه؟ از معجزات مختار است. من شنیده بودم وقتی مختار قیام میکند از پشت بام های کوفه آتش میجوشد. یا للعجب. پس مختار قصدش حکومت نیست، داعیه رسالت دارد. پناه بر خدا، پناه بر خدا. از این دنبریده کذاب بعید نیست. لابد باز هم از این قسم معجزات در آستین دارد. از امشب خواب حرام است. گوش کن، تو هم میشنوی؟ ای پیروز بمیران، اشعار اعصاب بدر است. از امشب شعار اصحاب مختار است. چه بکشی کنی؟ جناب شم کجاست؟ باز خبر تازه شده؟ پس صدا را نمیشنوید؟ جهنم شده پشت بام های کوفه. آتش ها را نمیبینید؟ آن شرطه اشتر بچه هنوز گرد و خاک میکند؟ جناب شم، امیر احضارتان کرده. تیراندازان را بفرست بالای پشت بام ها کمین کنند. هر سایه مشکوکی به میدان نزدیک شد خار پشتش کنید. زعف با من بیا. تسلیت و تعزیت بر امیر داغدار. الحق و الانصاف که ایاز تکیگاهی محکم بود. افسوس که خیلی زودتر کمان کرد. خداوند او را با نیکان و صلحای امت محشور کند. آمین. شمر، مرگ ایاز ضایعه‌ای بزرگ است، خیلی بزرگ. حتما کم و کیف مرگ او را شنیدی؟ ایاز را غافلگیرانه زدند. به این هشداری است به همه ما که بدانیم دشمن برای رسیدن به اغراض پلید خود و هر حربه‌ای متوسل می شود. به خدا قسم همین بهانه برای قتال با شورش مختار کافی است. من و عشیرم تا پای جان هستیم امیر. از قیل و قال امشب دشمن هم ذره‌ای باک نداریم. مرحبا ابن ذوالجوشن، مرحبا. دشمن شما امشب قدرت پنهانش را آشکار کرد و شما به چشم دیدید و مرامش را شناختید. خواستم بیایید و با معرفت کامل تجدید بیعت کنید. بیعت امشب شما شبیه بیعت رضوان است. خداوند شما را در شمار اصحاب رضوان قرار دهد. آمین. یا امیر، عمده یاران مختار از موالی و عجمان دیلمانند. او عرب و عجم را یکی کرده و شرافت عربی را به لجن کشانیده است.
اگر بر فرض محال دینش دین درستی باشد که نیست، برابر کردن عرب با عجم گناهی نابخشودنی است و من به همین دلیل موجه تا پای جان با مختار خواهم. احسنت شبس، احسنت. اینها همه دلایلی است بر علیه ما و علیه مختار. یا امیر، کوفیان در مسجد تجمع کردند، منتظر امیر هستند. بسیار خوب، بروید و صفوف تازه‌ای را بر علیه مختار و لشکر دیلمانش بیارید. صدای سیاهی لاحظ هزار نفر آدم است. کیان است؟ باز هم مثل همیشه گل کاشته. احامرن؟ ابو اسحاق، تو را به داشتن لشکری از عجمان ملامت خواهند کرد. فکر همه جایش را کرده ای؟ بله ابراهیم، میدانم. اشراف عرب عجمان را برده و موالی خویش میدانند. یقینا انادشان با ما به خاطر اینکه لشکری از عجمان داریم مضاعف خواهد شد. نظر تو چیست؟ عرب بر عجم فضیلتی ندارد ابو اسحاق. همه برادریم. این شیوه پیشوای من علی است. دولت تو اگر رنگ و بوی علی را ندهد مفت نمی ارزد. ما برخواستیم که دین علی را برپا کنیم. برخواستیم که عدالت علی را احیا کنیم. حقا که از خون و رگ مالک ابراهیم. خدا اگر مختار را دوست نمی داشت ابراهیم را کنارش قرار نمیداد. چوب کاری میکنی ابو اسحاق؟ ما امشب همه جوره بدهکارت شدیم. هرچه من خرابکاری کردم تو مرد و مردانه چشم بستی. باور کن نمیخواستم ایاز را بکشم. دستم به اختیارم نبود. خدا کند اویی که دستور داده نیزه را پرتاب کنم شیطان نبوده باشه. مردم که گناهی کردن که از تقدیر به ما دادن. مختار و مریدان بر مردم حرام کردند. یا امیر، تا کی میخواهید با زبان خوش و روی گشاده با این جماعت سخن کنید؟ مختار میخواهد عجمان را بر کوفه مسلط کند تا دق و دلی آل علی را بر سر کوفیان خالی کند.
عجم بر کوفه مسلط شود، عرب باید سر بر زمین بگذارد و بمیرد. این گونه سرخا مدت هاست منتظرند تا به تلافی قادسیه جان و مال و ناموس عرب را غارت کنند. ساکت! ساکت! امیر شبانه احضارتان کرده تا با کمک خودتان شما را از حول و هراس مختار برهاند. بهترین نعمتها معرفت است و بدترین ذلتها جهالت. خدا را شکر، خدا را شکر که امت کوفی دشمن کذابش را خوب شناخت. ما اگر تا به حال با مختار و پیروانش مدارا کرده ایم به حکم شرع و دین بوده. از امشب که دشمن بدمستی کرده و عربده جو و شمشیر کش شده امانش نخواهیم داد. خواستم بیا